شوی دوده می شود. مرحمت. مرحمت. تشکر زیاد محترم رئیس، همکاران گرامی. انشاءالله اگر یکم وقت از 5 دقیقه بیشتر شد از حسابی کم کردن دیگر همکاران شاید یک دو دقیقه علاوه شود. واقعا قانونی که ما بررسی کرده ایستادیم بسیار مهم است. در این باره زیاد نمیگم، همگان تاکید کردن و خواهم کرد. و تربیت فرزند یا نسل آینده این فقط مسئولیت مکتب و جامعه نیست، پدر و مادرم است، همه هست، ملت هست. چون این برای همه مسئله اولین درجه است و میخواستم چند نکته کلیدی رو به طور اختصار در این باره بگم. اولا درباره خود رفت محاکمه. این یکی از لایحه‌هایی هست که مثل چند لایحه دیگر خیلی مهم از طرف پرزیدنت به محاکمه مردمی برآورده شد و بسیار اقدام خوب بود و من تقریبا در جامعه تاجیکستان پیدا نکردم نفری رو که ماهیتاً مخالف این لایحه باشه. همگان جانبداری کردن، دستگیری کردن و ایده را همچون ایده بسیار همونطوری که رئیس مجلس هم در صحبت اول گفتن بی سابقه هست، شاید در دیگر کشورها نظیر و نمونهش نباشد. و خود محاکمه مردمی هم خیلی فراگیر بود و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم از اولین ها شده پیشنهاد خود را به نیازهای مربوطه با 12 پیشنهاد فرستاده بود و ما موقع خود را مشخص کردیم. همونطوری که گفته شد در رفت محاکمه ها چه از طریق تلویزیون و نشست های گوناگون در شورای جمعیتی، در دو جلسه مخصوص با شرکت پرزیدنت و شاید که ده ها نشست های دیگر این موضوع بررسی شده بود. ولی یک اعراض دوستانه داریم که متاسفانه با وجود داشتن 12 پیشنهاد مشخص در یگان از این نشست ها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دعوت نشد. حتی در دو نشستی که همه حزب‌های سیاسی دعوت شدن، از 5 حزب پارلمانی یگانه حزبی که دعوت نشد ولی مشخص پیشنهاد داشت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. متاسفانه دوستان حتی یک بار هم نپرسیدند که این پیشنهادهای شما به خاطر چی است و مقصد چی بود. ولی گذشته از این، چون در رفت کار همه چی شدنش ممکن است، ما در مرحله بحث این لایحه در مجلس نمایندگان در سرکمیته باز هم چند پیشنهاد مشخصی خود داشتیم و میخواستم سر یک مسئله فقط صحبت کنم چون این لایحه پهلوی زیاد دارد. مشکل ترین مسئله این لایحه همونطوری که جناب وزیر خودشون هم گفتن که در همه بحث ها برداشته می شود، همین بحث ماده 8 زیربند 14 هست که رفتن یا نرفتن جوانان تا 18 ساله رو به مسجد محدود میکنه. ما خودمون در همین تالار شاهد دو برخورد و دو برداشت بودیم. وزیر محترم به نمایندگی از حکومت یک برداشت گفتن که در روزهای تعطیل و استراحت و بیرون از درس هیچ مشکل نیست و من همین طور فهمیدم، یعنی از برآمدشون. حالا اشاره کرده استودن که این طور نبود، شاید که باید صحبت. ولی سرکمیته گفتن چنین دو نماینده سرکمیته که قاطعانه ممنوع است و همین طور باید فهمیده شود. و من بسیار میخواستم که ما از این تالار با یک فهمش یگانه بیرون برویم، چون در جامعه سوء تفاهم ها و فهمش های گوناگون با وجود می آید. یادتون باشد همکاران گرامی در وقت قبول قانون آزادی وجدان سوال داده بودیم از همکاران که آیا مضمون ماده مربوط معنی آن را دارد که در جای کار نماز خواندن اجازت است یا نه. در تالار گفتن که هیچ کس مانع نماز خواندن در جای کار نمی شود و شما ماده را نادرست فهمیدید. بعدا آمدن گفتن که نه، تطبیق کردن، گفتن که در جای کارتون حتی در اداره حزب دیگر نماز نخوانید. گفتن که چرا در وقتش چنین وعده داده بودید و شرح و تفسیر قانون دیگر شده بود. گفتن که روید از همون کسی پرسید که همین طور شرح و تفسیر داد، قانون است، ما عملی میکنیم. بسیار خوب می بود که از این تالار با یک نگاه یگانه ما بیرون برویم. ولی درباره خود ماهیت این ماده چرا محترم رئیس و همکاران گرامی ما پافشاری کرده ایستادیم که هنوز هم
یک بار اندیشه کنیم و من بسیار میخواستم که نقطه نظرها همچون یک گروه کمند گفته شود. بالاخره مقصد همه ما تربیه فرزند است، آینده ملت است. ما با طرفها با گروه ها باید جدا نشویم. مقصد ما هم همین است که آینده نسل ما با تربیت باشد، دانشمند باشد، دانا باشد، آگاه باشد، اکادمیک باشد، علامه باشد. چگونه باید با اون رسید؟ آیا با راه منع کردن رفتن یک جوانی تا 18 ساله به مسجد میتوان به این هدف رسید؟ اگر واقعا همین باشد ما مشکل نداریم. هر کی منطقی باشد، شخصا من خودم و امید دارم که کسانی که از ما جانبداری میکنند در جامعه قبول خواهند کرد. ولی نشود که ما به خاطر رسیدن به یک هدف نیک ولی با مکانیزم های نه چندان مناسب هم خودمون رو از اون هدف نیک محروم کنیم و هم دچار یک مشکلی دیگر شویم. من اشاره کنم که اگر باور داریم که مسجد جای صلح و آرامش است و اگر باور داریم که همه دین‌های آسمانی، اسلام، مسیحیت و دیگر دین‌های آسمانی دین‌های صلح و آسایش و تربیوی هستند، این طرز مناسبت ما چنین نشان می‌دهد که در اصل برداشت ما دیگر بوده است. یعنی رفتن جوانی تا 18 ساله به مسجد تقریبا برابر آن است که ما جوان رو از رفتن به مشروب خوری و مثلا جاهای فراغتی هم منع میکنیم. یعنی همون خطری رو که یک کافه، یک شرابخانه دارد از متن قانون برمیاد که منطقاً اگرچه نوشته نشده است مسجد هم همون خطر رو داشت است برای نورد. وگرنه چرا منع میکنیم تا سن 18 سالگی؟ بخصوص در شرایطی که امروز یک جوان تاجیک زیر تاثیر اینترنت و دهها و صدها سرچشمه اخبارات اطلاعات قرار گرفته است. مسجد یکی از سرچشمه‌های معلومات درست درباره تربیت فرزند هست و باید باشد. بخصوص حالا در این شرایط که ما توانستیم طبق قانونگذاری ترتیب انتخاب و تعیین امام خطیبا را پورا زیر کنترل بگیریم. اصلا دیگر شک نیست که در مسجدها و مدرسه‌های ما امروز انسان‌های سالم و درست کار میکنند. ما سخنرانی‌های توصیه‌نامه‌ای را برای هر یک نماز جمعه و دیگر مراسم‌ها آماده کردیم، در دست امام خطیب‌ها دادیم. پس سوال اینجا میماند که با وجود این همه آمادگی چی خطر دارد که یک جوان بعد از درس در روز تعطیل رفته دو رکعت فقط در وقت‌های تعطیل؟ و محترم مازین پلوش 7 دقیقه زیاد شد، شما با چند دقیقه میپرسید؟ اگر تمام 10 دقیقه دستوری پر شود مرحمت باشید. محترم وکیلان، همکاران گرامی، بسیار میخواستم که مسئله درست درک کرده شود. سخن درباره وقت تعلیم میرود. شخصا من، حزب ما، تمام طرفداران ما کاملا راضی هستیم. حتی طلب میکنیم که نه پدر و مادر، نه معلم، نه یگان نهاد دیگر در وقت تعلیم به فرزند اجازت ندهند که حتی از تریتوری مکتب بیرون رود، چه رسد به مسجد و مدرسه و جای دیگر. در این مسئله ما باید گذشت نکنیم. ولی تصور کنید حالتی را که روز نماز عید یا روز استراحت رفت موزه، تئاتر یا جای دیگر همراه فرزند ما به یکی از مسجدها برای تماشا برای نماز رفتیم. چی بدی دارد که در روز استراحتش تعطیلش فرزند من همراه هم دو رکعت نماز را ادا کند؟ ما باید مسئله ها را از همدیگر جدا کرده توانیم. مسجد هیچگاه به مکتب خطر نداشت، بلکه کمک رسان مکتب خواهد بود اگر ما از اون درست استفاده برده توانیم. بسیار خواهش میکنم که همون ماهیت پیشنهاد ما درک کرده شود. امیدوارم که درک هم کرده شد که محدودیت تنها در روزهای تعلیم، در ساعتهای تعلیم وارد کرده شود. دیگر اجازه دیم که یک شهروند طبق ماده 26 کنستیتوسیا طبق دیگر قانونگذاری کشور آزادانه تواند تربیه یابد، عبادتش را انجام دهد. من باور دارم که در همدیگر فهمی و در همکاری این مسئله حل خود را پیدا خواهد کرد. تشکر زیاد به دقتتون، ببخشید برای کمی وقت رو زیادتر گرفتم. تشکر به شما.